بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان عزیز، امروز درباره جوانمرد از جوانمردان اسلام، پهلوان از پهلوانهای اسلام، شیری از شیرهای الله و رسولش که در اسلام هم قوی و نیرومند بود و در پیش از اسلام هم که در جهاد هم تانه داشت و چه بزرگی بود، با شکوه بود، در حتی در وقتی که شهید شده بود، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را شیر الله نامیده بود و او را سید شهدا نامیده بود. با همراهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از یک پیستان شیر نوشیده بودند و برادری شیری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که او حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه می باشد. او حمزه ابن عبدالمطلب ابن هاشم عمکی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و چخیلی گفتیم برادری شیریش هم عمکیش بود و هم برادری شیریش بود. تولد شده بود پیش از سال فیل همون وقتی که ابرهه به مکه هجوم کرده بود. 2 سال پیش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده بود و چی بود؟ یکی از جنگاوران اسلام، سرلشکران اسلام، مرد قوی، مردی گرامی قدر و مردی خیلی جسور بود و یکی از عمکی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که اسلام آورده بود. خیلی که عباس هم اسلام آورده بود رضی الله عنهم. و درباره ای که چگونه اسلام آوردن او برای شما ما حاضر قصه اسلام آوردن او را پیشکش میکنیم. روزی ابو جهل به پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگذرد. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صفا بود و پیش او گذشت و پیغمبر آزار داد، اذیت داد، دشنام داد، گپای سخت زد، زشت زد، گپای ناسزا داد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حتی درباره دینش، دین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و بسیار زبان درازی کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او سخنی نزد، هیچ پاسخی نداد و در همان جا کنیز برای عبدالله ابن جدعان در همون جا حاضر بود، در بالای صفا حاضر بود و این سخنا را گوش میکرد. مولای کی؟ مولاتی عبدالله ابن جدعان. پس این سخن شنوید. پس وقتی که این سخنا را ابو جهل و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زد، برفت به همون جای نشستی که قریشی ها در نزد کعبه می نشستند، به همونجا رفت. پس با همراهی امان قریشی ها نشست. پس زمان ناگذشته که حمزه رضی الله عنه عمکی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از چی با همون تیر و کمان، همون غلک و کمان پیشتر داشتن، با همون در چیش بود، در کتفش بود و از چی برمیگشت؟ از صید، از شکار برمیگشت و او بسیار شکارچی بود و هنگامی که کدام وقتی که از شکار برمیگشت در دستش همون تیر بودن، تیرای غلک بودن و کمان بود، برک میگشت یکم چیزی که سر میکرد به طواف کعبه سر میکرد که برمیگشت. و عزتمندترین جوانهای چی بود؟ جوانهای قریش بود و خیلی جسور دلیر بود. و هنگامی که به پیش او همون کنیز گذشت، گفت برای حمزه: یا ابا عمار، ای ابا عمار، آیا تو شنیدی؟ یعنی خبرش داد که پسری برادری تو، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، چه حادثه شد برای پسری برادری تو پیشترک، یا که یک وقتی مدتی کوتاهی ناگذشته به او حادثه شد و چی از ابو الحکمش میگفتن، ابو جهل ابو حکم میگفتن، ابو الحکم. وقتی که به پیش او میگذشت ابو جهل به پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم، پس او را آزار داد، او را دشنام کرد، گپای سخنی، گپای ناسزا و زشتی زد در دینش. و کنیز گفت که حتی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به او سخنی نزد. پس در حالی یعنی که غضبناک شد وقتی که این سخن شنید، همون رگی خیشتباریش او را به خشم و غضب آورد و خواست که یعنی که همون در جاهلی که بدن، یعنی که هر کس خیشتبار، هرچند پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اسلام هم بود و حمزه مسلمان نبود، ولی همون خیشتباریش و قومیتش او را چی نکرد و کرامتش نگذاشت که او خاموش ایستاد. پس برآمد و در جستجوی ابو جهل رفت. وقتی که ابو جهل دید که ابو جهل با قوم نشسته است، پس به پیش ابو جهل رفت. وقتی که در پیش ابو جهل آمد، در بالای سرش همون کمانی که از چوب میسازند برای تیراندازی، برای تیر غلک اندازی، همون چوب گرفت و به همون چوب در بالای سرش زد، در بالای سر ابو جهل سخت زد که سر ابو جهل چی آمد؟ سر ابو جهل کفید، خون آمد، خلاصه کفیدنی سختی. پس برای ابو جهل گفت، یعنی خون از روی ابو جهل، از سر و روی ابو جهل ریختن گرفت. پس گفت به ابو جهل که آیا تو دشنام میکنی پسری برادری مرا که من در دین او هستم؟ ببین همین سخن زد که من در دین او هستم، ولی در دین او نبود حمزه. آن چه که وی میگوید من هم میگویم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم: پس پاسخ بگردان به من اگر تو میتوانی. پس مردان از بنی مخزوم به سوی حمزه خواستن حمله کنن. برای چی؟ برای پشتیبانی از ابو جهل. پس ابو جهل چی گفت؟
ابو جهل گفت که پس دست نکنید، هجوم نکنید برای کی؟ بر ضد حمزه، یا که ابو عمارش میگفتند، ابو عمار. پس به الله قسم که من پسر برادرش را خیلی دشنامهای قبیح کردم. ابو جهل گفت یعنی که خیلی دشنامهای قبیح کردم، من سزاوار همین هستم. پس از اون حمزه پیش کی آمد؟ پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و همین حادثه را برای او حکایت کرد. وقتی که حکایت کرد، خیلی در دل حمزه هم شک بود، یعنی که اسلام نآورده بود. پس برای او میگفتن که تو دینی بابا و پدرات گذاشتی، مرگ بهتر است برای کسی که همین کار میکند. خلاصه در وجودی حمزه شک پیدا شد. خیلی انسانی چی شد؟ خیلی غمگین شد، خیلی در فکر زد که چه کار کند. در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره دین اسلام برای او صحبت کرد، حکایت کرد و حمزه را قانع کرد که در اسلام درآید. همون وسوسه و همون چیزایی که در فکر حمزه بودن، آنها از سر حمزه دور شدند. الله در دل او اسلام جا کرد. پس حمزه اسلام آورد، مسلمان شد. با یک سخنی که وی از روی خشم و غضب گفت که من در دین محمد هستم، برای همین چی الله در دل او اسلام جا کرد و اسلام آورد. وقتی که قریش دانست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمزه اسلام آورد، یعنی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یک پیروزی و یک نصری بود که من میکرد اذیت دهندگان که پیغمبر اذیت میداد، آنها من میکرد، آنها دیگر پیغمبر اذیت دادن نمیتونستند و حمزه من میکرد رضی الله عنه، کسی را پیغمبر چی اذیت میداد. پس یعنی اذیت کمتر شد از جانب قریشی های کافران. این قصه در امام بیهقی و حاکم روایت شده است. بیهقی در دلائل و ابن سعد و ابن اسحاق و دیگران روایت کردند. و وقتی که اسلام آورد، اسلامی حمزه پیروزی بود برای اسلام و برای مسلمان ها. وقتی که هجرت کرد حمزه رضی الله عنه به مدینه و در مدینه با همراهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بدر بودند، در غزوه بدر. و در غزوه بدر خیلی جسوری در میدان کردند و بزرگترین سرلشکران و همون پرقوتان پهلوانان قریش را با ضد آنها مبارزه برد، آنها را غلبه کرد و درون صف آنها می درآمد و صف آنها را پراکنده می کرد. در وقت جنگ یکی از مشرکانی که اسیر افتاده بود گفت اون مردی که یعنی که در چیش یعنی که چی داشت؟ یک پری شترمرغ داشت در چیش، یک علامت مثل علامتی پری شترمرغ داشت که از اون پری شترمرغ میشناختنش. گفت همون مردی که پری شترمرغ داشت همون کی بود؟ گفتن که حمزه بود رضی الله عنه. گفت اون مرد یعنی که همون اسیر کافر همین حکایه میکرد که به ما خیلی ضرر رساند و خیلی ما را اذیت داد در وقت جنگ. و در شوال در سال سیومی از هجرت وقتی که جنگ احد که آمد و در جنگ احد خیلی نبرد، خیلی قوا آزمایی خوبی نشان داد. شیخ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگوید کان حمزه یقاتل یوم احد بین یدی رسول صلی الله علیه و سلم بسیفین. حمزه رضی الله عنه میگه روز احد میجنگید در نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دو شمشیر و میگفت که من شیر الله هستم. حتی همون اسبی که داشت اسب با زانوهاش میزدن و از دست راستش شمشیر و از دست چپش شمشیر، با هر دو آنها به ضد کافران می جنگید. و با چه خیلی جرأت و چه خیلی شجاعت داشت که در همون غزوه احد حمزه رضی الله عنه شهید شد. چه خیلی همون انسانی که همون قاتلش حکایت میکند، چه در بخاری است در صحیحش از حدیث جعفر نامش وحشی بود، گفت که خلاصه در غزوه حمزه رضی الله عنه طعیمه پسر عدی ابن خیار را در غزوه بدر کشته بود. پس جبیر ابن مطعم برای همون وحشی گفت که اگر تو حمزه را بکشی، یعنی که طعیمه ابن عدی چی بود؟ عمکیش بود با جبیر ابن مطعم. گفت که اگر تو ویا بکشی در مقابل عمکی من کشته است، پس تو آزاد هستی. به وحشی را گفت. پس گفت وقتی که سال عینین بود، عینین این یک کوه بود در همون احد، در همون اطراف احد کوه بود، بین او و بین آنها چی بود؟ یک وادی بود. پس وحشی گفت که من برآمدم با مردم، همراهی مردم به جنگ. وقتی که آنها صف کشیدند، یکی از آنها نامش چی بود؟ سیبع برآمد و گفت که آیگان کس هست که با من بجنگد. پس حمزه برآمد به پیش او و حمزه به او گفت آیا تو ای امی انمارش گفت الله و رسولش را زید آنها می جنگی، پس با او بجنگی و او را بکشت. پس گفت که وحشی گفت که من
در نزد یک در زیر یک سنگ پنهان شدم. وقتی که دیدم که حمزه نزدیک آمد با همون نیزه خود را، یعنی که همون دیدم که نزدیک آمد و نیزه خود را به سوی او پرتافتم. وقتی که نیزه را پرتافتم، نیزه آمد و در زیر شکم بی، همین نزدیکی ناف یا زیر شکم در همون زد و از اون طرف برآمد. و در روایت دیگر میگه حمزه وقتی که در هنگام جنگ بود با شمشیر خود کافران را میکشت. پس گفت با همون چی با نیزه زدم که نیزه از این طرف زد، از اون طرف شو برآمد. بعد حمزه در همین حال از دنیا گذشت. وقتی که حمزه کشته شد، مشرکان جسد او را چی تمثیل، یعنی که مثلا گوش بریدن و بینی بریدن و همین خیلی با کارد او را چی، یعنی که جثه او را یا که بدن او را خیلی بریدن. برای چی؟ برای همچون انتقام از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وی عمکیش بود. به همین کاری که دید، چطوری که آنها با کارد او را بریده بودند، پس خیلی تأثیر کرد برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که دید که شکمش یعنی که دو پاره است، بریده است، پس نخواست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی حمزه نگاه کند. پس ایستاد در بین همون مرده ها و گفت که من شاهد هستم به همه اینهایی که شهید شدند در جنگ. با همون خونشان آنها را در کفن بپیچانید. فانه لیس من جریح یجرح فی الله الا جاء یوم القیامه بدم. هر یک انسانی که در راه الله در جنگ زخمدار می شود، روز قیامت می آید و همون خونش در چی است؟ خونش با اون خون آلود است و همون رنگ خونش، یعنی که رنگ خون است ولی بویش بوی مشک است. پس در وقت دفن کردن گفت همون انسانایی را که همون شهیدان احد، گفت همون این که مسلمانایی را که بیشتر و بیشتر قرآن می‌دانستند، آنها را چی اول در لحد گذارید. واسه حتی در وقت دفن کردنش کفنی که برای او مانده بودن، کفن کوتاه بود، که بالای سرش روش می‌پوشاندن، قدماش برهنه می‌ماند. وقتی که قدماش می‌پوشاند روش برهنه می‌ماند، پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت که بر بالای کفن بر بالای سرش کنید و در بالای پاچه‌هاش اگان چیره مونید دیگه سمانید. خلاصه این بود حمزه رضی الله عنه که سیدی شهدا است و او را دفن کردند. و آنها چی هستند؟ خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید آنها در خردان پرنده‌های سبز هستند که اون پرنده‌ها به بالای بهشت پرواز میکنند، از همون ثمره ها و از همون میوه های بهشت میخورند. خلاصه در زیر سایگی عرش الله هستند. خلاصه این بود قصه کوتاه. قصه خیلی زیاد است درباره حمزه رضی الله عنه، یکی از بزرگان صحابه، یکی از جسورترین شیران الله که از دست وحشی کشته شد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی غمگین شد برای کشتن یعنی کشته شدن او. و این نشان میدهد که جوانمردی و دلیری و شجاعی در اسلام به اسلام خیلی منفعت زیادی میبخشد. این بود خلاصه درباره قصه یا که سرگذشت اسلام آوردن حمزه ابن عبدالمطلب و در سن 56 سالگی شهید شد ان شاء الله.